Вопрос заключается, факт показали по ТВ. Вы внутреннюю проверку среди своих сотрудников вывели, как появилось это мясо, откуда оно появилось? Конкретно по Айнинском районе у нас конкретных нет, но я же говорю, во всех операциях наши сотрудники обязательно участвуют, потому что без этого никак нельзя. Я дал указание начальнику управления Сагдийской области, обязательно вот то, что вы говорите, были проверены. آیا همین مواد کشف شدن که و یا بسامتی خب ممکن نبود مورد شدنشان بازداشت کردید. دویم یک شرکت شیور تاجیکستان طوری که در ریلیز هست به رخصتنامه کمیته 620 کیلوگرم کیمه گوشت نور و وارد کرده است. همین مصادره شده با زوپاک این گوشت از کجا بود؟ نمیشه که زوپاک نه خبر دولت یکم پیشنهاد من گفتم هستم که نوبسته از وضع اپیدمیولوژی بیماری شدتی کووید 19 واردات محصولات با جمهوری ترکستان کاهش نیافته است. اگر در متناسب نگیریم کاهش نیافته است و اون محصولاتی با جمهوری ترکستان وارد کرده میشد که رسما یعنی که با اجازه نامه و طبق ترتیبات مقرر کرده است و از اون کارخانه‌های وارد کرده میشد که از اکریدیتاسیون بیتوری گذرانده شدند. تمام اون محصولاتی که عضوخواری که از خارج کشور با جمهوری وارد کرده میشد از کارخانه‌های اکریدیتاسیون شده وارد کرده میشد و اون کارخانه‌هایی که از جانب مقامات بیتوری جمهوری اینسپکسیون کرده شد یعنی که از سنجش گذرانده شدند از اون وارد میشد. حادثه‌های یعنی بکارگیری بازداشت محصولات عضوخواری در 6 ماه سال 2020 رسما به خرج گرفتگی شدگی نیستند. در سالهای قبلی ما داشتیم، در سال 2018 ما داشتیم تا 700 تن محصولاتی بازداشت. لیکن در 6 ماه 2020 ما این خیلی حادثه‌ها به خرج گرفته نشدند. ولی هم 6 سال افراد کارگر شیوه توریستانی که به رخصتنامه وارد شدند. و غیر ما تمام مقامات‌های نظارتی که در سرحد مقامات‌های قدرتی میان برای محصولات پسیفت مبارزه برنامه که این نورد کاهش یافته یا نسبت سالی گذاشته. خیلی هست به اون نمیشه واسطه یا خیلی این چیزای به ویژنی که میخوان وارد کنن به هر راه وستن که اکثریتش دستگیر کرده میشه. شیور تاجیکستان از خارجه بود یا از داخل؟ محصولات شیور تاجیکستان هم از خارج کشور وارد کرده شده. از کدام دولت؟ اگر من خطا نکنم از فدراسیون روسیه بود، نه که به رخصتنامه که بود. بعد از دیگر من خیلی نامم که طبق پروتکل مجلس حکومت جمهوری ترکستان وارد تمام نمود خیمه گوشت مو خیمه تمام خیمه همین نمود خیمه گوشتی حق نداره پروتکل حکومت نامش دیگه وارد نمیشه. این سوال از تفکر مجلس حکومت جمهوری ترکستان از خطا نکنم از 28 نوامبر سال 2017 بود. تفکر رقم 11. 5 عدد کارخانه‌های استثماری پرنده داریم که به استثمار گوشت پرنده مشغولند و امکاناتی واردات واسطه در جمهوری هست. یعنی که صاحبکاران کارخانه‌های کارگر میتونن از محصولات خودی استفاده کنند. مرحله به مرحله باید در نقشه برنامه بخطری وضع قوانین دیگر نقشه چهارمی بهتری حکومت بنگلادش دیگر باید مخنون محصولات خودی باید تامین کنیم. برای از اون جمله چقدر که دیدین در همین یک سال اخیر نیم ساله همین چیزا چقدر کارخانه‌های استحصالی پروری و کارخانه‌های کارکرد گوشت تأسیس شده. در طرف همسایه کاران با دستگیری وزارت داروی داخلداری حکومت جمهوری ترکستان وزارت کشاورزی کمیته بخطری اینجوری دیگه وزارت دارو از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه مخصوص قبول شدگی که
ҳамин маҳсулоти вориди вазкунандаро тезтар барои омонанок ва аввалира ба маҳсулотҳои ба сифати худи таъмин намояд. Салом алейкум. Гулдои Тоир, минбари халқ. Муҳтарам раис, дар идомаи суоли ҳамкорон вобаста ба ҳамкасбон вобаста ба бемориҳои сироятӣ дар миёни ҳайвонот мехостам ба як нукта равшанӣ андозед. Замоне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бемории нави коронавирус COVID-19 ба қайд гирифта шуд, дар вақти аз шаҳр ноҳияҳои мамлакат ҳам хеле овозҳо буд ки гӯё ки дар миёни ҳайвонот низ як бемории наве хуруҷ кардааст. ва оё ин овозҳо то ба шумо расид ва ягон асос доранд ё на? Ташаккур. با تذکر داد که با سبب سرد و نمناک آمدن یک چیزی بگذاریم که یعنی بعضی پاندمیای بیماری صورتی کووید-19 با بعضی اپیزودی در بین سرشمه‌های حیوانات یگان تفاوت کلان دارد و این در حقیقت این OIV یعنی که ویروس رسپیراتوری اینفکسی در بین حیوانات هم هست، لیکن با سبب سرد و نمناک آمدن بود هوا این سوال و ریسکی پریپری یعنی حرارت یعنی که تغییری و بعضی اپیزودی در بین سرشمه‌های حیوانات هم تاثیر منفی خود دارد و این سوال در خط بعضی نوع‌های بیماری یعنی تبرزه سروزه گاوها در بین گاوها مشاهده شده بود و بیماری‌ها با علامت‌های گمان به وبایشون دارد. همه نمود یعنی وباها در یک شکل می‌گذرند و بعضی نوع‌ها ما در چند شهر نوعیت داشتیم. لیکن پوزیشن‌های نامطلوبی از معیار زیادی تلفن کشته‌شوی شروع مشاهده نشدگی نبود. و اصلی که در جماعت‌های دهاتی نواباد و میرزای شهر ایسان در حقیقت در دو نقطه اولنشین از سبب دقت ندارم بر پرورش نگومی شما حادثه‌های کشته‌شوی شما در یک دهه 5 عدد در یک دهه دیگر 39 عدد این تا 15 ماه مشاهده شده بود و با چاره‌جویی متخصصان ما با جلب علمان ساحه این وضعیت در این حال متعدد است. Институти вобаста ба ҳамин ҳолат комиссияи махсус таъсис додем. Академияи илмии кишоварзӣ институти биологиро нази сафарбар намудем, рафта дар ҳамҷош кор кардан, сари вақт чораҷӯӣ карда пешгирӣ карда шуд. Як чиза бо ба диққат ҳама расонам ки вақте ки боду ҳаво сарду салқин омад, ҳамаи чораҳои эпизодие ки бояд мувофиқи нақша бизгардонад, вақте ки бориши зиёд шуд, баъзе ҳам ваксинаҳое ки бояд ҳанӯз вақт кард агар бориши хунукӣ бишавад, вале таъсириш ӯ қадар чиз нест. Ба ҳамин хотир камтар қафоза бисёри чора бинем вобаста ба сард омадан махсусан дар ноҳияҳои кӯҳистон. Леки ба ин нигоҳ накарда шаҳрномаҳалла ҳамаи нақши чорабиние ки вобаста ба самти пешгирию хунгирию эмгузаронию ваксинатсия ҳамаша ба ҳамон мувофиқи нақша гузарондам. من بگویم هستم از بخش پرسی رادیو بلومرسی. محترم رئیس، موضوعات خیلی مختلف هستند در ساحه شما. اینجا راجع به چند قانون جمهوری تاجیکستان درباره امنیت خوراک و اینجانی به خاطر مصرف خاکاواری از جانب شما چه پیاده نمودن همین قانون‌ها چیکارها انجام گرفتن که برنامه‌ای که از خودتون هست تحلیل شدن یا نه؟ چرا که یکی از موضوعات اساسی این موضوع جمهوری تاجیکستان امنیت آذوقه و صحتی غذا برای جمهوری تاجیکستان میباشد. در این زمینه چیکارها از جانب شما کرده شده است و دیگر که اینجا راجع به گوشت میشد حرف زد و میبینیم که محصولات کالباس در جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد هستند. چند فیصد یعنی کالباس‌های تاجیکستان از این گوشت تازه را تشکیل میدن، چون که این در دوره قرن 21 محصولات خیلی زیاده هستند از مثل خیمیکاتی هستند که استفاده میدن شده اصلا در ترکیبش گوشت نباشد، چون که اگر یک چیزی تازه برای صحتی آدم لازم شد فکر میکردم شاید که اونا در بعضی نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت میکردند. آیا کارمندان شما سر این موضوع یکان تحقیقات گذراندن یا نه؟ و
و موضوع دیگر خرما است در ماه شریف رمضان که خبرها بودن که قاچاق خرمای کم صفت یا بی صفت به جمهوری تاجیکستان وارد شد. استفاده از ماه شریف رمضان در این موضوع چی می‌کنید؟ توضیح شهر. در قسمت اولی سوال شما سوال هم بسیار شدن من هم افشانی هستم که اویدی تامین امنیت روزخواه یعنی که پیرامونی سیاست حکومت کشور اویدی امنیت روزخواری طبق سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان از طرف کمیته بخطری روزخواری قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 اکتبر سال 2018 رقم 520 قبول کرد درباره برنامه بخطری محصولات روزخواری در جمهوری تاجیکستان برای لبه سال 2019 قبول کرده شده و مورد آنها قرار داده شده و در اساس نقشه شورابینی‌ها مرحله برای نهایت شورابینی‌ها تطبیق کرده شده هستند و بکنه یک دو روز پیش سه روز پیش قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه امنیت روزخواری برای سال 2020-2025 که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است و ما دسترس گردیده است و ما اولی یعنی وقت هم می‌رسیم کنیم لیکن تمام اون اقداماتی که از جانب حکومت کشور پیش گرفته میشن از جانب اویدی اجرایش آنها از طرف کمیته بخطر روزخواری به اصل شورابینی کرده میشن و نقشه شورابینی‌ها ترتیب داده میشن. خب یعنی که ترتیب و دیگر قاعده و این حساب ترتیب داده شده از اونها عمل کنند. دیگر طرف مثلا اویدی شرط‌های تکنیکی کارخانه‌های هستی براری چیزی که شما گفتید یعنی ترکیب حسیب امروزه تا چه اندازه به طلب جواب واسه نیست کارخانه‌های استحصالی محصولات گوشتی از روی شرط‌های تکنیکی و رگلمنت تکنیکی محصولات یعنی که آماده میکنن و متخصصین ما یعنی که اون محصولاتی که به فروش برآورده میشه از کارخانه‌های استحصالی هم بعد نظرسنجی متخصصین ما به محصول به صورت بر استعمال برآورده میشن لیکن شخصان تصادفی هستند بسیار کارخانه‌هایی هستند که از نظارت دور مانده است برای همین حرکت کردن نکنند که محصولات از آن شخصان تصادفی و از نقطه‌های نمایان خریداری نکنند. آخه اونا در مغازه‌ها در فروش هستند. اون محصولاتی که صفتش همه میدونن که کم صفت کم خرید هستن لیکن جا گرفتن در بازار. نارمات خمیش. صدر ریاست بخطری شهر شنبه و شهر رایون نوبه جمهوری اویدی مسئله مذکور در سیخ‌های هستی براری امروز هر یک مقامات در دایره قانونگذاری در دایره وکالت‌های خود عمل میکنند. در سیخ‌های هستی براری از روی شرط‌های تکنیکی که تهیه میشوند و به آنها اجازت محصولات گوشتی رو میدهند معین می شود که چی مقدار چقدر محصولات ها چقدر اینگریدینت ها آمیخته میکنند و ریاست کمیته بخطری علاقه بخطری اون را در خودی خوجای قشلاق استحصالات تمام چاره‌بینی های ضد اپیزوتیکی رو میگذراند که از خطر خطری که تهدید میکنند بیماری و با انسان این رو برطرف میکنند. در وقتی که ما صفت میگیم محصولات پس صفت میگیم این محصولات ها به واسطه با استحصال کننده و مقامات های نظارتی که صفت رو نظارت میکنند یعنی که آمیخته دیگر حقوق استعمال کننده را پایمال میکند یعنی که در 1 کیلوگرم کلبسه اگر 200 گرم گوشت آمیخته باشد و یا نمیدونه علاوه بر حقوق استعمال کننده رو ویران میکند. اینجا باید مقامات وکالتداری هست که نظارت این رو میبرد باید که این رو موظف باشد. این چنین محصولات هایی که شما درست قید کردین که در بسیار مغازین ها مغازه ها سوپرمارکت ها محصولات های پاسیفت به نظر میرسد ولی وای از جهت خطرناکی خطر ندارد چون که بیماری ها در وی نیست. ما این تمام محصولات های گوشتی را از تشخیص آزمایشی اولیه میگذرونیم. اگر در حالت گمانبری و بیماری های مخصوصا خطرناکی به انسان تهدید میکنند وظیفه کمیته بخطری از همین عبارت است. چقدر باید همین معیار هست که در یک کیلوی همین حسیب باید چقدر گوشت باشه؟
дуруст дар ҳамун цехҳои коркар вақте ки пеш аз фаъолията сар кардан ба мақомотҳои ваколатдор аввал шарти техникиро бояд ва ё гиранд. Мисол дар варёни колбаса чӣ қадар бояд ҳамин чизо бояд бошанд. як чиз мутаассифона тамоми мардуморо ба ташвиш меорад ки ҳамин цехҳои ҳастибарорӣ умуман дар ягон ҷо шиёр овехтош нест. барои мақомотҳое ки бояд назорат кунанд ин чиза нест ҳамин чиз. лекин аз тарафи кумитаи бехатарӣ аллакай мо ҳамин маҳсулотҳоро дар ҳамин худи ки яъне ки маҳсулотҳои озуқаворӣ, яъне ки ин кишоварзӣ аст. бо ин ҳаст ки хӯрока савол додан ки амнияти хӯрока бо дигар мақомотҳое ҳаст ки вай хӯрокаро назорат мекунанд. мо фақат маҳсулотҳои бехатарии озуқаро дар самти кишоварзӣ назорат мекунем ва маҳсулотҳои кишоварзӣ ашёи хом бояд ки нисбати бемориҳои хавфнок чӣ дар самти фитосанитарӣ карантинӣ бошад, чӣ дар самти байторӣ бошад, мо бемориҳои хавфноки ба ҷомеа таҳдид мекунад, мо инра назорат мекунем, аз байн мебарем. дигар мақомотҳо ҳастанд. سوال شما دیگر به مقامات 3 ساعت بود استاندارد دیگر سکوی هست که هر کبار مقامات هیچ چیزی کنه. مرانا روشی خیلی چیزی دارد سوالی کس. سلام. مسئولیت اخباری اونا. گرامی. نسبتی سوالی که از جنوبی معلومات داشتم ویدی کنونگذاری سوهای به خاطر روزکاوری. همین رو گفتنی هستم که مطابق گردانی قانونگذاری سوحوی و صنعت‌های بین‌المللی این وظیفه حکومت جمهوری تاجیکستان از یک طرف خودی کمیته بخطر میباشد. در این روند کمیته بخطر روزکاوی جمهوری تاجیکستان یک قطر سند و قرار و قانون‌ها را و تنظیم درآوردن. از اون جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره کارانتین و محافظت رستنی‌ها سال 2019 با توسیع رسیده و قانونگذاری بین‌المللی مطابق گردانده شده است. دیگر این قرارهای حکومت جمهوری ترکستان درباره رویخط موادهای تحت کارانتینی که از خارج کشور وارد می‌شود با از 123 به 145 عدد تعیین کرده شد. دیگر این ارگانیسم‌های زیررسان کارانتینی که رویخط آنها در دولت‌های ایتالیا دولت‌های مستقل بررسی می‌گردد قرار حکومت جمهوری تاجیکستان با توسیع رسید نزدیکیدن. با غیر از این دستورالعمل‌های متدی از جمله خودی رهبریت کمیته و آژانسی تاجیکستان در ویدی دستورالعمل متدی طرز گرفتن نمونه‌ها از محصولات کشاورزی در شکل نو با توسیع رسیده شده. نسبتی دیگر سوالی که ویدی خرموی بسیار گفتن کمیته بخطر روزکاوری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ویدی وارداتی تمام موادهای تحت کارانتینی چخیلی گفتن روی خط و توسیع رسیده است. از جانب شخصان واقعی و حقوقی با عمومی کمیته مکتوبی عریضه پیشنهاد می‌نمایند و در نتیجه بررسی و سنجش از دولت‌های خارجی کشور اجازه داده می‌شود با آنها برای واردات تمام موادها که اینها در 6 ماه یعنی سال جاری 1056 عدد شخصان واقعی و حقوقی مراجعه کردند و با خود بودجه جمهوری از سوی این قریب زیاده از 190,000 سومانی با بودجه دولت مبلغ وارد شده است. در اون حالت واردات محصولات خرما از جانب ما با خرید گرفته نشده است، لیکن از جانب رئیست کمیته در سرحد دولتی و نقلیات که به واسطه متخصصان ما در گذرگاه سرحدی فعالیت می‌برند و منتظم از همه واردات محصولات ها آگاه هستند که در همین 6 ماه سال جاری نسبت 188 عدد شخصان واقعی و حقوقی که غیر قانونی و ساحه تامین کارانتین رستنی قانونگذاری ویران کردن پروتکل‌های معمولی ترتیب داده شده است که نسبت آنها قریب به مقدار 90,000 سومانی با بودجه جمهوری از این حساب وارد کرده شده است. دیگر این
умуман ҳолати воридоти хирмо мо ба қайд гирифтан шудааст. Он чизе ки ман мехостам محترم رئیس همگان میدونن که تا یک درجه حالتی سانیتاری و حالت نگهداری مال و محصولات مخصوصا در یخدان و دیگر چیز و تجهیزات در شهر دوشنبه تا یک درجه خوب است. من خدمت خودم رهبریت ممکنه خدمات باشد یا دیگر چیز، لیکن برعکس حال همین در شهر خوجا و طلبات جواب نمیگوید. سرکرده از بازار پنجشنبه، بازار استرافشان، بازار سپیتامین، سرکرده بازار خراسان، شهری ناحیه 5 ناحیه چیز سرحدی دوستی اومد در یگان طلبات همین روزه که بعد مال و محصولات نگاه داشته شده و فروش برآورده شود جوابگو نمیباشد. این کلان است. میتونه که دل خواه دعوت کنیم و نمایندگان مرکز تحقیقات ژورنالیستی داشتم در همکاری با ما اثبات میکنیم که این چیز چنین است. همه چیز رعایت کردن نمیشد. حالا که سلامتی مردم رو پیشوای معظم ملت داعی تاجیکان جوان محترم ماه رحمان در مد اول سیاست اجتماعی خود قرار داده است. این چیز نیست خریدی گوییم. در یک ناحیه خراسان داخل کوچه 80 نمود آبای گوناگون برآورده چیندگی آفتاب سر بده که بیش از 40 درجه گرمی است. کدام معیار اول جوابگو است؟ تشکر. خیلی خیلی کردم. بسیاری سوالات رو اینجا فقط در دوره و کلاد مفاوضت میکنیم. ما اگه که به خطری چی میتیم وابسته به نظارت و دیگه مقامات هم هسته. یکی با این رئیس منظور کردن نیستیم. خیلی که به ما تو معلوم است کمیته نو تاسیسه کامجو اون بگیم که وام بهمون وسطی بلند کار رفته استشیر کامجو البته هست کامجو رو با مرور زمان برطرف میکنیم. وقتی جدا شده با آخر رسید